شهرستان اسفراین با وسعتی حدود 5345 کیلومتر مربع و با فاصله 60 کیلومتری از مرکز استان جنوبی ترین شهرستان استان خراسان شمالی است. اسفراین از جنوب با استان خراسان رضوی و از غرب با استان سمنان همجوار است. وجود خط راه‌آهن سراسری مشهد تهران از برجسته‌ترین موقعیت‌های ارتباطی این شهرستان به شمار می‌آید. گود چشمه زین‌الخان استادیومی طبیعی به عنوان مکانی برای برگزاری المپیک تک‌زمانی و تک‌مکانی کشتی باچوخه در اسفراین است. سالانه هزاران نفر در 14 فروردین در این ورزشگاه گرد هم می‌آیند. این شهرستان با دارا بودن وضعیت آب و هوایی معتدل کوهستانی از تنوع اقلیمی بی‌نظیری برخوردار است. دهکده هدف گردشگری روئین نمادی از پایتخت نساجی ایران می باشد که نمای پلکانی آن بسیار شبیه ماسوله گیلان است. شهر تاریخی بلقیس یکی از باشکوه‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهرستان است که قدمت آن به دوره ساسانیان باز می‌گردد و از نظر معماری مانند ارگ بم است. در سال 1393 بود که دغدغه تأمین سلامت شهروندان اسفراینی مسئولان را مجاب کرد تا با پیگیری‌های بسیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین را از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مستقل نموده و به دانشکده علوم پزشکی اسفراین ارتقا دهند. در حال حاضر با 1180 نیروی انسانی در 4 معاونت و 1 مدیریت ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی می‌نمایند. اکنون در اسفراین با رشد چشمگیر ضریب متخصصان 29 متخصص ضریب کا، 15 متخصص قراردادی و 3 متخصص استخدامی در رشته‌های مختلف علاوه بر بیمارستان در کلینیک تخصصی شهید سلیمانی به صورت صبح و عصر خدمات تخصصی را به مردم ارائه می‌نمایند که تعداد 15 نفر از این متخصصین دارای بورد تخصصی هستند. بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه با مساحت 52,000 متر مربع مشغول خدمات رسانی به مردم عزیز شهرستان میباشد که در سال 1393 مجوز پژوهشی آموزشی را کسب نمود. در حال حاضر معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی دارای واحد توسعه تحقیقات بالینی، تعداد 5 کلاس درس، مرکز مهارت‌های بالینی، سلف سرویس، رختکن و کتابخانه می باشد که برنامه‌ریزی و فرایند هدایت دانشجویان در بخش‌های بالینی را بر عهده دارد. در پردیس بیمارستان امام خمینی، دپارتمان تخصصی زنان و زایمان حضرت زینب در سال 1399 افتتاح و با هدف سیاست‌های جوانی جمعیت به بهره برداری رسید. پیشرفت‌های معاونت درمان در سال‌های اخیر: احداث ساختمان و راه‌اندازی دستگاه MRI، استقلال واحدهای اعضای پیوندی بیماران مرگ مغزی، راه اندازی اتاق VIP در بخش زنان، اتاق خصوصی 1 و 2 تخته، خریداری دستگاه رادیولوژی، خرید دستگاه فیکو، خرید دستگاه CR، راه اندازی همراه سرای بیمارستان با کمک خیرین سلامت، کسب رتبه 1 اعتبار بخشی درمانی. اورژانس 115 اسفراین دارای 11 پایگاه شهری و جاده‌ای، مرکز پایش مراقبت‌های درمانی، مرکز هدایت و عملیات بحران، مرکز ارتباطات اورژانس، 16 آمبولانس و 1 موتورولانس و 1 خودروی بحران نیروهای اورژانس 115 اسفراین است که در لحظات بحرانی و شرایط خاص در کنار شهروندان هستند. معاونت بهداشت دانشکده 65 خانه بهداشت، 26 مرکز خدمات جامعه سلامت و 11 پایگاه شهری و روستایی دارد که خدمات بهداشتی را به مردم ارائه می‌کند. 24 ساعته شدن مرکز خدمات جامعه سلامت شهید سهرابی شهرستان بام و صفی‌آباد، آموزشی شدن مرکز خدمات جامعه سلامت دکتر ملک افضلی، کسب رتبه 10 کشوری در کارنامه جوانی جمعیت، کسب رتبه نخست در کاهش میزان مرگ و میر نوزادان در کشور در سال 1402، کسب رتبه 1 در کاهش درصد سزارین کل در 6 ماه اول سال 1403. دانشکده علوم پزشکی اسفراین همکنون 327 دانشجو در رشته‌های پرستاری، فوریت‌های پزشکی، بهداشت عمومی،
فناوری اطلاعات سلامت و بهداشت حرفه‌ای دارد و اکنون با پیگیری‌های بسیار به دنبال جذب رشته‌های پزشکی، مهندسی بهداشت محیط، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه مطابق سند توسعه رشته‌ها میباشد. تعداد اعضای هیئت علمی علوم پایه و بالینی دانشکده در حال حاضر 24 نفر میباشد. 1 دانشیار، 11 استادیار، 12 مربی. اساتید این دانشکده در جشنواره شهید مطهری رتبه‌های بسیار خوبی کسب نمودند. برای مثال در سالهای 1400 و 1404 رتبه‌های برتر و منتخب کشوری داشتند. کسب 2 عنوان پژوهشگر برتر استانی در حوزه علوم پزشکی. کسب مقام‌های کشوری در 29مین جشنواره قرآنی، پویش‌های وزارتی حافظشو، قرآنیشو و بهاریشو. مجموعه رفاهی و فرهنگی امام علی علیه السلام که دارای نمازخانه، سلف سرویس، مرکز آزمون مجازی، سالن کنفرانس، سالن همایش و اتاق آکوستیک جهت تولید محتوا می باشد که فرصت بسیار ارزشمندی برای دانشجویان و کارکنان ایجاد کرده تا فعالیت‌های فرهنگی آموزشی خود را در این مکان به نحو احسن انجام دهند. از دیگر پتانسیل‌های معاونت آموزشی در حوزه فرهنگی و دانشجویی می‌توان به این موارد اشاره کرد: راه‌اندازی 1 واحد خوابگاه متأهلی، آماده سازی خوابگاه 6 طبقه حضرت زینب سلام الله علیه، سالن بدنسازی و آمادگی جسمانی با زیربنای 230 متر مربع، مجتمع فرهنگی روئین، مجموعه رفاهی شور، مجموعه رفاهی اردوغان، خوابگاه‌های امام علی و الزهرا. در حوزه تحقیقات، دانشکده علوم پزشکی اسفراین 214 طرح تحقیقاتی را به اجرا درآورده و از سال 93 تا کنون نیز 460 مقاله با افیلیشن این دانشکده به چاپ رسیده که 34 مقاله با همکاری بین‌المللی بوده است. همچنین اعضای هیئت علمی دانشکده موفق شدند 11 کتاب را با لوگوی دانشکده به چاپ برسانند. تعداد 60 مقاله نیز در همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف ارائه شده است. مدیریت حوزه پژوهشی دانشکده تاکنون 68 کارگاه آموزشی و 65 ژورنال کلاب را برای دانشجویان و اساتید برگزار کرده است. کمیته دانشجویی تحقیقات دانشکده دانشجویان فعال را به کار گرفته و در این حوزه موفق شده 31 مقاله به همایش‌های مختلف دانشجویی ارسال نماید. مرکز رشد سلامت و فناوری دانشکده جزء اولین مراکز رشد دانشکده‌های کشور بود که با تلاش مسئولین وقت موافقت اصولی را از وزارت مطبوع دریافت نمود. زیر این مرکز 1 شرکت دانش بنیان و 4 هسته فناور در حال فعالیت میباشند و حاصل این فعالیت‌ها 1 اختراع و 1 محصول بوده است. برنامه‌های توسعه معاونت آموزشی، آماده سازی ساختمان دانشکده پزشکی، پردیس دانشکده، راه اندازی آزمایشگاه ژنرال و آزمایشگاه‌های فیزیولوژی، بافت‌شناسی و میکروبیولوژی، راه اندازی کارگاه بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط، راه اندازی مجله پژوهشی تحت عنوان جوانی جمعیت و سلامت خانواده با دریافت موافقت اصولی، کتابخانه مرکزی با تعداد بالغ بر 12740 جلد کتاب، 540 عنوان کتاب مربوط به رشته پزشکی، بازدید هر ساله از نمایشگاه کتاب و خرید کتاب‌های بروز دانشگاهی، تجهیز کتابخانه به سامانه سیمرغ. این دستاوردها نشان دهنده تلاش‌های مستمر این دانشکده در راستای ارتقای کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم پزشکی است. در پایان ضمن خوش آمد به همه شما میهمانان گرانقدر و آرزوی موفقیت برای کلیه همکاران عزیز حوزه سلامت باید گفت اینها تنها بخشی از توفیقات دانشکده بوده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های درمانی و بهداشتی نیز همچنان در دست اقدام هستند. روز و روزگار بر شما خوش.